مقامات انتظامی روسیه یک زاده تاجیکستان را برای اظهار نظرش درباره قتل نورس تاجیک قابل جان علیف و با اتهام برانگیختن خصومت عداوت ملی و مذهبی دستگیر کردند. سید نظر حاجی مرادوف و راننده تاکسی که ظاهرا شهروند روسیه نیز است، در یک ویدیو در تلگرام رهبران روسیه از جمله الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی را با لحنی تند و آلوده به دشنام تنقید می‌کند که به جنایت‌ها در زمینه بیگانه‌ستیزی اهمیت نمی‌دهند. او در یک جای میگوید اگر این جنایت را یگان مهاجری تاجیک می‌کرد حتما می‌گفتند که تاجیک مسلمان برادر روسی ما را کشت. پایان اقتباس. سید نظر حاجی مرادوی 25 ساله را روز 19 دکبر و بعد آن دستگیر کردند که کاربران رسانه‌های طرفدار از ملت‌گرایان افراطی در روسیه از جمله مناگ ناسیونال از او به کمیته تفتیشاتی شکایت بردند. مرکز حامی حقوق ساوا در روسیه این خبر را نشر کرده با تکیه به همین رسانه‌ها گفته است که برای برانگیختن خصومت و عداوت ملی و مذهبی در روسیه تا 5 سال زندان پیش بینی شده است. حامیان حقوق سازمان ساوا که ملت‌گرایی و بیگانه‌ستیزی و جنایت‌ها در زمینه نفرت و عداوت ملی و مذهبی را تحقیق می‌کنند گفتند که در بیانیه‌های جوان تاجیک هیچ علامتی برانگیختن خصومت و عداوت ملی و مذهبی و ترغیب زورآوری را ندیدند و برای همین هیچ اساسی برای به جوابگری کشیدن او وجود ندارد. قابل جان علیف نورس 10 ساله تاجیک روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب در ناحیه اودینسا و در ولایت مسکو کشته شد. حمله‌ور نابالغ با کارد به مکتب وارد شد، اول پاسبان مکتب و سپس قابل جان را تیغ زد. قتل نورس واکنش زیادی را در جامعه برانگیخت.